و اینا رو کوتاه اومدم. این زمانش خیلی زمان میبره. بله. اینی که این بمونید برنامه دیگه. اکنون میتونید درباره خرافات گفتید. دوستان، خرافات کهنه انگاریه. یعنی میان انسان‌ها در یک دوره یک باورهای پیدا میکنن. یه فیلمی امروز میدیدم، غار کلمانگر. این من خودم لور بختیاریم، در لرستانه. این غاری توش بوده که همه میگفتن اون تو نباید برید، جن هست، پری هست، فلان هست و اینها. هر کی میرفتن یک آواهایی میشنیدن، یه صداهایی میشنیدن و میترسیدن و دیگه میومدن بیرون. یک چوپانی میره اونجا و ترسش میریز و گوله میزنه، یه کوزه میبنه در اون بالا میزنه. پدرش بهش گفته بوده نرید اینجا جن هست و بد میشه. و من یک بار یه کوزه شکسته پیدا کردم. این میره اونجا یه گوله میزنه، یه کوزه گنده میبینه، سکه های فراوانی زر پایین میریزه. این خب با پسرمش هم گفتگو میکنن، میرن و میگه هیچ صداش در نیاریم و فلان. بعد میره اینو به یک آقای حسین عتیقچی هم میگیرن، اینو به اون میگه و اینها بخشی هم پیدا میشه که در پارسه در تخت جمشید میرن یه نامه قلابی درست میکنن که سران رژیم جمهوری اسلامی نوشتن که اینا میتونن هر چی خواستن از اونجا ببرن. اینا میرن ببرن. 4 تا نگهبان بوده، گویا 4 تا بودن. یک اینا همه میپذیرن که برن بیرون. یکی اینا به نیروی انتظامی اون زنگ میزنه، دهه 60 بوده گویا، که اینا یه چیزایی میخوان ببرن بیرون. میگه هیچی نگو، ما دنبالشون رو میگیریم میرون. و اینا میرن دنبالشون میکنن، میرن در یوسف آباد تهران. کسایی که میشناسن از خیابون پهلوی که میریم دست چپ خیابانی هست پیش از عباس آباد، میره اون بالا. نامه ها رو نمیدونم چیکار کردن. خب این عباس آباد میره اونجا، میبینن که یک خانه 500 متری هست. رفتن اونجا و اومدن بیرون و اینو بررسی میکنن. این 500 متر پر از یافته های کهن ایرانه. همه رو دستگیر میکنن و اینو پادافرش اعدام بوده، کشتن بوده. سپس این بسیار یاری میده و همه اونایی که هم دست بودن لو میده، همه رو میگیرن. 25 سال زندان بهش میدن. چند سال پیش یا امسال از زندان اومده بیرون، داره گفتگو میکنه. ببینید آره کلمانگر و چیزهایی از دوره هخامنشیان اونجا پیدا میکنن که از تخت جمشید هم برده بودن که آقای حسین عتیقچی ببره بیرون. عتیقچی بی‌میهنچی که راستش من دیدگان بارانی داشتم اینو که میدیدم. یک استاد مصری گفتگوی کرده بود با زیرنویس. چند سال پیش من دیدم، گفتش که چینیا دیوار چینو که ساختن، دیدن که در سالی که دیوار درست شد چندین بار یورش‌های بزرگ به اونا شد. اینا گمان می‌کردن دیگه کس نمیاد. سپس پی بردن که ایشان پدافند درست کرده، دیوار درست کرده، نگهبان درست نکرده. پیش از ایشون من به این رسیده بودم و برای همین بود که از 2010-11 من پرداختم به پژوهش در اوستا. پیش از اون 2 کتاب در آورده بودم، بامدادان 1 و 2. سپس پژوهشی در اوستا آیین زرتشتی 2003 به چاپ رسوندم. یعنی ببینید چند سال پیش. بعد گفتم که نه، راه اینه که ما بریم آموزش بدیم. اگر آموزش بدیم ما میتوانیم کشورمون رو نگه داریم و بدین گونه پرداختم به این و دنبال نگهبان درست کردنم. هر کسی در هر کشوری داره کار میکنه، کار نداریم. حالا در این بحثمون کار نداریم. بچه‌هامون نگهبان آیندهمون بشن. و تا اکنون من چند تا کتابم زیر چاپ، پیرامون 50 کتاب من دارم که از اینا 35-6 تاش برای کودکان و نوجوانان که میتونید بنویسید، نام منو بنویسید میاد، پیدا میتونید بکنید. تارنمای منم هست maziarqavidel.com. میتونید اونجا برید. مازیار MAZYAR آینه مازیار MAZYAR قویدل هم اینا رو هم میاد GHAVIDEL maziarqavidel.com. خب گفتش که اینا نگهبان درست نکرده بودن، ما باید نگهبان درست کنیم. من نگاه کردم که ما نگهبانایی داشتیم در دوره
50 سال پیش این همه دزدی و این همه بی همه چیزی نبود که امروز هست، چون داشتیم نگهبان از دوره رضا شاه بزرگ نگهبان‌های درست شد برای فرهنگ ایران و کسانی گذاشتن و حتی پیش از اون ما فردوسی رو میبینیم یا رودکی رو پیش از اون میبینیم یا خود ناصر خسرو رو میبینیم یا دقیقی رو میبینیم یا بلخی‌ها رو میبینیم به نامشون که نخستین شاهنامه‌های نثر رو شعر نوشتن. من 71 سالم، یادمان همیشه رو بلخی ابو معید بلخی رو داشتیم، ابو علی بلخی رو داشتیم، اینا از سود ابو معید چیزی دستمون نرسیده. اینی که باید نگهبان درست کنیم و به هر روی این اومده بود و دید که چه شده. پس خرافات در این غار دیدیم که خرافات بازدارنده بوده برای اینها، یک باورایی که اون روز داشتن امروز باور نداشتن. پیش از اون باور داشتن که ستاره خدا دارن، یونانیا باور داشتن، ما داشتیم، رومیا داشتیم، همه داشتیم، در خدای دریا، خدای زیر زمین، خدای روی زمین، اینا داشتن اینا رو. خب پس این خرافات در یه دوره کار میکرده، سپس توی کهنه است، کهنه انگاری نباید بکنیم. بیایم برای نمونه دست یکی رو بگیریم بزنیم چون دزدی کرده، چون گرسنش بوده نون آوردن، که اینو تو داستان ویکتور هوگو هم میبینیم در بینوایان و این رویدادها میاد این داستان ها رو داره. اینا کهنه انگاریه. یعنی شما قانونی که 1400 سال پیش یا 2000 سال پیش مانند پزشک فرعون کتابشون آدمای زنده رو میدادن، جانداران میخوردن برای اینکه نظم میکردن یا خونشون رو میریختن. اینا کهنه انگاری است. باید بره آیا با خردورزی امروز پایه داره؟ برای همینه که گرایش به آیین زرتشت فراوون، چون اندیشه نیک، گفتار و کردار نیک یک برنامه، یک فلسفه، یک بیانگریه که برای همه دوران کاربرد داره. اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک. هزاران تن میتونن کتاب بنویسن و بخشی از این رو تازه بیان کنن. پس این خرافه کهنه انگاریه که باید از خرافه انسانی که به دست کم حالا فرهیختگی و فرزانگیشی چی به فرهنگ رسیده، به خدایی رسیده بپردازه. به جز این چی بود دیگه دوستان؟ بذارید من اینو وا کنم، اینجا نوشته بودید. بله تو همون گروه هست استاد. من میتونم ببینم، منم باز بکنم. آره خب من چیز میکنم. نه اون پیامی که برای من فرستادن فرق اسطوره و افسانه هم بود. آره ببینید فسون و فسانه دروغه. افسانه و اسطوره داستانهای پهلوانی بیشتر که آنچنان شده، سطور شده، ست شده، بسته شده روش، منتها هست، یه چیزایی هست. ببینید دوستان، ما فیلم های نمیدونم مرد 6 میلیون دلاری، مرد عنکبوتی، سوپرمن رو میبینیم. اینو یه داستان مینویسن برای اینکه باشه بسیار بزرگنمایی میکنن، آگراندیسمان میکنن، برای اینکه نگاه پیدا کنه، کشندگی داشته باشه. اسطوره ها داستان های پهلوانیه که اینجوری شده، بزرگنمایی شده. من خودم با رئیس بخش ایرانشناسی دانشگاه هامبورگ در یه نشست ایرانشناسی که بود با گفتگو نشسته بودم. گفت قوی دل، من به اندازه باور به داستان رستم دارم که بسیار امیدوارم تا زنده ام سکه از رستم پیدا کنیم، از سیستان پیدا کنیم، از زابلستان پیدا کنیم، از زابلستان پیدا کنیم. پس نگاه کنید این شده. افسانه، فسون و فسانه یک چیز دیگه است، یه چیزی که ساختگیه، نیست. اسطوره هست، بزرگنمایی شده، افسانه نیست. فردوسی میگه من 4 سرود از 3 بخش شاهنامه گذاشتم، همه برنامه‌هایی که از من میبینید اینا رو میخونن و میخونن. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خرد برتر از هر چه ایزد بدا، ایزد داد 2 تا دال داره. ستایش خرد را به از راه داد، اومده در جاهای ایزد بداد.
تو این را دروغ و فسانه مدان. افسون و فسانه، نمیگه اسطوره ندان، میگه فسانه مدان. به یکسان روش زمانه یا به یکسان روش در زمانه مدان، که این نشانه پویایی و زندگی شاهنامه است. شما شاهنامه رو 100 سال پیش 500 سال پیش باز میکردید، یه برداشت ازش داشتید، برداشت روز، امروز برداشت روز دارید از همین شاهنامه و برای زبان پویایی امروز ما. تو این را دروغ و فسانه مخوان، به یکسان روش مدان، به یکسان روش زمانه مدان. از او هرچه اندر خورد با خرد. پس باز ببینید این کار خرد ورزانیه، اسطوره است. فسون و فسانه، تو این را دروغ و فسانه نه. افسون دروغ نخوان، فسانه نخوان. تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روش زمانه مدان. از او هرچه اندر خورد با خرد، دگر بر ره رمز معنی برم. برو رمزشو پیدا کن. امروز که من تنها کسی بودم که تنها یک بار شنیدم استاد جنیدی گذرا پرداخت به این. خداوند جان و خرد در پهلوی داریم، ما یادگار زریران، عیادگار زریران داریم، در کتاب‌های کارنامه ارتشیر پاپاکان، ارتخشیر پاپاکان و اینا داریم که اینا پتنامه داتار و مز آغاز شده است. پس این فرق اینو اون دیگه موهومات و خرافات که رابطه آنها با خرد. من براتون گفتم هم سرودای فردوسی، تو این را دروغ و فسانه مخوان، به یکسان روش زمانه مدان. از او هرچه اندر خورد با خرد، دگر بر ره رمز معنی برد. اینم از اینها که ما میکنم دیگه. دوگانگی آن با خرد کدام است؟ دانش چیست؟ خب دانش دانستنه که در میانه گفتار پرداشتیم. دوگانگی با دوگانگی نداره دانش با خرد. از خرد بهره میبریم. استاد گرامی، منظور من این بود که دانش یک چیز کسبیه تا اونجایی که من میدونم، درسته؟ ولی خرد یک چیزه که در ذات آدم ها نشون دادیم دیگه. خرد یه بنمایه، خرد یه بنمایه است، یه سرمایه است. اینو گفتیم و با دانشمون که بیشتر بشه خردمون رو گسترش پیدا میکنه، هوشمون هم یکم میره بالا. اینو گفته شد. اون نما هم دارید. سپاس. به هر حال استاد من دکتر پردیس ما میگفت که البته اون دانشی که با خرد همسو نباشه اون دانش ویرانگره، ولی دانشی که با خرد همسو باشه اون سازنده است. 100% این درسته. ببینید اونجایی که نماد شماره 3 رو نشون دادیم گفتیم که اگر هوش و خرد رو به کار گرفتیم با سرمایه هوشمون و به کار اندیشه پرداختیم، اگر در راه بد نباشه، اگر با اندیشه و گفتار کردار نیک همراه باشه، میاد میرسه به آنچه که گفتیم. 100% استاد برادر بزرگ. بله سپاس شما. برای من میخواستم این مسئله بگم، یعنی برسونیم که شما دربارش گفتگو کنین که مثلا مردم خیال نکنن کسی که دانشش زیاده حتما خرد هم داره. به هیچ روی. ضحاک هم زور زیاد بود، هم بسیار زیاد هم داشت، تازه با ابلیس هم کار. تو مردیو را مردم بد شناس. دیوها یادتون باشه خواندن و نوشتن رو به ما دادن. برید سال 57 دیو پیدا کنید. خودشون اومدن گفتن ما کردیم، اشتباه کردیم. تو مردیو را مردم بد شناس. خرد هم داشتن، دانش هم داشتن، منتها خردشون رو در راه رشک و آز به کار بردن که در همونم در داستان کیومرث که یه امرتا کیومرث اومدن سیامک رو کشتن. سیامک هم جوانی کرد، با کسی در میون نذاشت، رفت، در حالی که ما رایزنی داریم. رای و داد و خرد و گزینش اینا در شاهنامه هست. دوستانی که با من شاهنامه کار کردن میگن اگه دوستان خواستن شاهنامه کار کنن در آینده با آقای شهرام نامورآزاد در پیوند باشن. ببینیم اگر من دوباره گذاشتم، چون تا داستان ضحاک در 125 برنامه اومدیم، تا داستان زادن رستم زا که اینو دنبال میکنیم. خب اگه پرسشی هست من در کنارتون میگم. بله سپاس از شما. من فقط رکورد رو الان ببندم.